سلام. امروز اومدم یه چالش رو انجام بدم با زدن فیلد اسکواد تکی برم چند تا سولو اسکواد و با استفاده از کمپ براش بهتره کنم. لطفا قبلش ازم حمایت کنید، لایک، کامنت. از من حمایت نمی کنید، از این داداشمون دیلمتیک اسکین دیلمتیک حمایت بکنید. بریم که یه دست بزنیم. قبلش به یه لحظه اینو ببندم. خب الان بریم. میگم یه جوری بالا چی؟ دیدید اولشو پینگ 10 گرفتم، ولی میبینید پینگ خوب نه پینگم خوبه. پینگم شماره یکم هستم با استفاده از فیلد اسکواد. امیدوارم بتونیم یه وین بگیریم. خدای وین گرفتم باید کامنت ها رو بهتر کنید از اینکه چقدر بازی خوب بود. اگه بعید بدون سعیم خب بازی شروع شد. بریم که وینو بگیریم. از اونجایی که بعید بدونم به همین راحتی وینو بگیریم، ترجیح همینه که با کم وینو بگیریم. ولی خب با غیر کم گرفت. حالا ببینیم چی میشه. خب بلک که نمیریم کنار این داداش. این داداشم. خب یا حضرت جماعت. اگر ازم حمایت کنید یه لایو میذارم با هم دیگه چند دست بریم بتل بدیم. آخر سرم نظرتون از این بتل تو کامنت ها بگید. یا آرما رو بزنم. پرک خوب اگه برای ما پیدا شد، والا اگه پیدا شد. خب اودت این سیزن نمیدونم شما هم بهش توجه کردید یا نه، ولی خیلی
چیز شده، گانه خوبی شده. هر دونه تیرش اگه هیدشات که بخوری 50 تا، نخوری 30 تا ازت اچ پی کم میکنم. واقعا گانه خوب. خب همین شکلی دارن هم دیگر رو میکشن. بکشید. بچه ببخشید اگه گرافیک خیلی بالا نیست، گوشی نمیکشه گرافیک بالا رو، یعنی میکشه. 5 فریم ریت چیه اونو گذاشتم حالت اولترا که بتونم راحت تر بازی کنم. شما هم به نظرم این کار بکنید بهتره. گرافیک رو یه پایین ریست بزنید، دیتا ریست بزنید، یه کوچولو شاید گرافیکتون بهتر بشه. امیدوارم بات باشه، امیدوارم. بله خدا این شات یه چیز مرامی نبود، بات هم نبود یارو. خدای از این شات حال نکردید. خدایی حال نکردید. خب از شات بگذاریم، آرمون روز بدیم. خب این پرک من به نظرم به جای این پرک عوض کنیم شاید بهتر باشه. وای بذاریم این پرک دیگه اسنایپرم بر نمیدارم. اگه راش بدیم باز بهتر. این مرده بود، این همه آدم کشته بود، زدیم یارو رو نفله کردیم. عجب پلیری بود این، 3 نفر رو زده بود کشته بود، ازش آرمور کاملم در رفتیم خوشبختانه. دیگه چجور سایت بریم؟ جای نمیده بود؟ نه فکر کردم یه نمیدیدم. یا خود الان تمام پلیرها میریزن دیگه، زون داره از بلک مارکت رد شد. یعنی الان همه میریزن استنداف. الان بهترین موقع است برای در رفتن. لوت ندارم. امیدوارم با هم بتونیم این ماه یا ماه دیگه چیزو بگیریم. یکی 117 میتیک 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 ماتماتیک ماتیک ماتیک. ای وای LWC میبینم خودم از دست میدم. گلدشو دارم
از دست میدم خودم. FPS آروم آروم داره میاد بالا. جدیدن یه دیوایس خوب بگیرم انشالله. یه دیوایس عالی داشته باشم. دارید آرگوس اگه باش ایم نکنیم 100% بذار ببینم پول چقدر دارم. پولم که جمع کردم. برم اینجا یه سلف دیوایس رو چیز میز بگیرم. امیدوارم کسی همین بود. وای داشتم رسما HS تو بردارات تا انمی پر نشده. HS خدایی شات عالی نبود. نه خدایی این شات عالی نبود. چه جوری زدم رندشون کردم. پوینت بردن ما داریم 100% داریم. دیگه فعلا نمیرم سراغ دراپگان. گانم عالیه. لازم به 117 فعلا ندارم. 117 دراپ. تا وقت داشتم در نه دوست دراپگان داره وسوسه میکنم. آرسنال دراپ لعنتی. امیدوارم فعلا خیلی ملی سمتش نباشه. یا خود غلط نیایید.
یا خدا خرمشتی بود این داشتون. اگه مایل باشید مولتی هم بریم، ولی من این سیزن بیشتر رو چیز کار کردم. این تیرا به دردم نمیخوره، جمع نکنم. چیز دارم ببینه اون موقعی که بیوای میخواستم. بیوای کچیه کجا تا خوب دوومو بردم، واقعا تا الان خوب دوومو بردم. ماشین سوار میشم، همه الان یه دونه پیجی دستشونه. پیجی برسولم اف جی آیه چی بود داره اف جی. ای کاش کلاس هم الان نینجا بود، بذار هم دیگه رو بزنم. کمپ براشون چیز خوبی نیست. چرا تیر نمیگیره؟ پینگم که خوبه. نفهمیدم. بذار من دیگه رو بزنم، مهم نیست. یکی را دست دادیم که اینقدر مهم نیست، فعلا وین مهمه. وین نفر دوم بشم خدایی خیلی آدم خفنی هستم. همین که تا نفر هشتم بدون هیچ اسکوادی اومدم، خودش یه با اون اسکوادن که من بعد ازشون بترسم. باید میبینیشون که اونا خیلی ترسناک هستن. جفت دراپ هم که کشیدن و من فقط کشمش نشم. بابا من چرا نشستم؟ اسلاید جامپ، شما یادتون باشه اسلاید جامپ تو من ببینم.
بازی خوبی بود.